حالتو خریدارم، حالتو خریدارم، حالشو باید خریدار باشیم. به به این حالو اصلا نمیدونم چی بگم. بعد از 4 سال سختی، بعد از 4 سال مشقت رسید به اون چیزی که میخواست. با 120 کیلو اومده روی استیج المپیا، دل تو دل رضا زینتلو، بابک، دل تو دل هیچکی نیست. پنجه پاشو میذاره رو زمین، کات بغل پاشو در میاره و حالا میره برای اون فیگوری که همه منتظرشیم. چقدر ریلکس، کات پشت پاش، کات باسنش، به به. میگن یکی از زیباترین دستای مسابقه برای بهروز تابانیه. کاملا به اون بالاتنه قشنگ میخوره و حالا اون چیزی که همه ازش میگفتن، کات باسن، کات پشت پا. جوفوزو از پشت یه پلم میزنه، یه قوس به کمرش میده. فوق‌العاده، فوق‌العاده، فوق‌العاده. بهروز تابانی نشون داد صبر جواب میده. به زمانبندی خدا باید اعتقاد داشته باشیم، بسپریم به خدا، تلاشمون رو کنیم، به موقع در رو برامون باز میکنه. نشد وقتی شده که همه میگن ترکیب 5 نفر برتر مسابقه رو این بدن، این زیبایی به هم میزنه. کنترل پا و شکم. نوش جونت باشه، نوش جونت باشه. جنگیدی، صبر کردی.